درود به دوستان عزیزم، با حواشی‌های جدید زن روز در خدمتتون هستیم. فصل جدید با یک صندلی خالی شروع شد. فرناز سلمانی جایگزین مارال سفری شد و صندلی خالی متعلق به شیرین مقدم بود که قرار بود به برنامه برگرده و گفتن که سالت داره. ولی امروز توی فینال فصل اول صندلی شیرین مقدم به کل برداشته شد. شایعات زیادی در مورد نبودن شیرین مقدم توی فصل دوم تو فضای مجازی دست به دست میچرخید تا جایی که شیرین مقدم خودش تصمیم گرفت به تمام حواشی‌ها پایان بده و بیاد و در مورد نبودنش توضیح بده. یادم اتفاقی چیز برای خودم افتاد این وسط برای دخترم که در مورد اون دوست ندارم حرف بزنم و در واقع من تو سفر بودم. بعد که خواستم برگردم متوجه شدم که یک روز و نصفی از کارت اقامتم گذشته بوده و من خبر ازش نداشتم. فقط من با تهیه کننده در ارتباط بودم و اون بخش مریضی منو فقط گفتم که منتظر بودن که من بالاخره حتی شده برای 5 قسمت آخر برگردم، ولی نشد دیگه. این فصل بدون من بگذرونیم تا بره، یا من 55 روز دیگه باید بمونم یا درخواست ویزا دادم که ممکنه با اون ویزا بیام داخل، یا اینکه اون شرایط ملکی که دارم میخرم اگه سری برنگوش نگاهی برسه با اون. به هر حال که تسلیم دیگه، هر چی که پیش آید خوش آید. شایعات زیادی هم در رابطه با نبودن مارال سفری توی فصل دوم دست به دست میچرخید. شیرین مقدم توی لایو اخیرش گفته مارال دغدغه خانواده‌شو داشت، خانواده‌اش و همچنین کارش باعث شد که مارال سفری نتونه توی فصل دوم با ما همکاری داشته باشه و حالا خود مارال سفری تصمیم گرفته بعد از روزها بیاد علت نبودنشو توضیح بده. خب یادم که بگم این تصمیم فقط بین خودم و شرکت سازنده شرکت مدیاپین بوده. پیشنهاد شرکت در برنامه رو تلفنی و اینکه زحمت کشیدن حضوری هم به من دادن. در کل بخوام بگم اینه که یکی زمانبندی ضبط با زمانبندی کارهای من و سفرهام خیلی مطابق نبود و اینکه من یه سری دغدغه‌هایی داشتم که خواستم این دغدغه‌ها رو به صورت پروپوزال به صورت کتبی پیشنهادی بدم برای رفعش و اینکه زمانبندی فصل دوم به چه صورت خواهد بود. فرناز سلمانی داور جدید زن روزم با اینکه فقط یک هفته از شروع کارش گذشته اما انتقادات زیادی رو در مورد نمره دهیش گرفته. حتی امتیازهایی که فرناز به یکی از شرکت کننده ها به نام مهلا در این فصل میده هم توی فضای مجازی خیلی وایرال شده بود که میگفتن فرناز یا گارد داره روی مهلا و یا اینکه یه چیزی بینشون وجود داره که فرناز هم تصمیم گرفته بیاد جواب این حواشی رو توضیح بده. سلام بچه، ما الان بین دو تا ضبطی من گفتم سریع بریم استوری بزنم براتون یه سری چیزا رو توضیح بدم. به نظر من خیلی نباید عجله کنیم راجع به این که بخوایم بگیم که حالا یه نفر چون تازه وارده نمیدونه داره چجوری نمره میده یا اینکه حالا خیلی صحبت میکنه یا این داستانا. من کلا همه نظراتمو به عنوان یک کسی که به خاطر این قضیه نشوندنش رو این صندلی و خیلی مدت هم هستش که با من توی مذاکرن تا من بتونم به هر صورت فرصتی پیدا کنم بخشی از این تیم باشم. اما وقتی که من میام اینجا و حالا هر نظری که دارم چه تکرارش میکنم یا طولانیش میکنم یا هر چیزی، اینا نظرهای تخصصی منه که هر کدوم از شما وقتی بیاین تو دفتر من وایسین برون من خیلی هاشو 100% سعی میکنم بگم. خیلی تعداد زیاد مشتریای من و هر کدومشون چنین تجربه با من داشتن موقعی که من انقدر ریز شدم توی تک تک آیتمایی که حتی اصلا جزء وظایف کاری من نبوده که بخوام راجبش به مشتری نظر بدم، مثل اینکه چطور موی با اون لباس درست کنه، چطور آرایشی انجام بده، چه چیزایی برای کیف و کفش دستش بگیره. اینا چیزایی بود که به عنوان طراح لباس شاید خیلی وظیفه من نبود بخوام تا این حد دیتیل به مشتریان بگم، ولی همیشه میگفتم به خاطر اینکه اینا چیزایی که به نظر من کامل کننده استایل. گاهن میبینید من خودم چیزای حالا گوشوارهای بزرگ گاهن میندازم و اینو خیلی از کسایی که میان و جلوی من وای میستن و من قضاوتشون میکنم نصیحت میکنم که نکنن. اما من به عنوان یه کسی که اینجا داورم و نشستم و یه شوی رو داریم اجرا میکنیم، خیلی نوع لباس پوشیدن من قطعا متفاوت از یه کسی که یه کانسپت بهش داده شده و داره طبق اون کانسپت لباس میپوشه. من خیلی موقع دوست دارم که برای شما صحنه اون تصویری که از من دیده میشه ذره فانتر باشه. داشتم براتون میگفتم یه ذره میخوام تصویر شادتر فشنی‌تر باشه واسه شما بیننده، واسه همین من یه ذره پیازداغش رو مخصوصا زیاد میکنم. اما اگه به منم کانسپت بدن 100% دونه بدون چیزی که بچه‌ها میگن خودم هم رعایت میکنم. اما میرسیم به قسمت نمره دادن. من زمانی که هر دختری میاد جلوم وای میسته، هر کدوم از بچه‌ها، واقعا صرفا فقط با توجه به چیزایی که میبینم و
در نظر میگیرم این نمره ها رو میدم. برای خیلی از شما ممکنه بی‌عدالتی باشه، برای خیلی از شما که به هم پیغام دادین به من اعتماد کردین و به تخصص من اعتماد کردین و خیلی هم اوکی بودین با نمره. همیشه دو تا قشر هستن، هم مخالف هم موافق، ولی سعی کنید که همیشه به این شو زمان بدین. بر اساس تغییرات اساسی توش انجام شده. منم برای شما جدیدم. پروین یکی از شرکت کننده های زن روز یک لباس استوری کرد و نوشت منم میتونستم برم از پشت ویترین بخرم و یک کلاهم بچسبونم سرم و هشتم بگیرم. پروین این استوری رو زمان گذاشته که کانسپت برنامه استایل برای ضیافت رسمی بود و یه جورایی داره به بیتا تیکه میندازه. بیتا هم اتفاقا این تیکه رو به خودش گرفته و در جواب پروین گفته که استایل با استایلی که من داشتم خیلی متفاوته. شیرین گلی هم یکی از شرکت کننده های فصل قبلی که نسبت به پدرام و نحوه امتیازدهیش انتقاد داشت و گفته بود که پدرام به دخترهایی که لباس لختی‌تر می‌پوشیدن امتیاز بیشتری میداد. سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ من امروز از صبح نبودم چون که یکم انرژیم پایین بود. شرایطی که از زن روز رو دیدم از قسمت‌های جدید و انگار دوباره اون ناراحتی‌ها بهم برگشته بود و نمی‌خواستم این انرژی بعدو به شما یه وقتی انتقال بدم. انگار که داغ دلم تازه شد. یاد اون روزایی افتادم که تو اتاق میکاپ آرایش میکردیم، آماده میشدیم به خاطر اینکه میترسیدیم از یه داوری که احساس میکردیم اول باید اون نمره خوبی به ما بده، اون از ما خوشش بیاد، اون استایلمون رو بپسنده، اون سبک لباسمون رو بپسنده تا نمره اون روزمون بره بالا. الانم تو این قسمت یه همچین چیزی دیدم که اون داور میگه اگر برقصی نمرت بیشتر میشه. نمیدونم اسمشو بذارم خشونت علیه زنان، نقد نادرست، زن ستیزی، اسمشو چی میشه گذاشت؟ یه داور میتونه یه نقد سازنده داشته باشه که تو رشد ما تاثیر بذاره، نه اینکه اون اعتماد به نفس از ما بگیره یا اینکه چیزی فراتر از استایل یا لباس از ما بخواد. به نظرتون این لحن نادرست از کمبود تخصص میاد یا اینکه کمبود تجربه داوری میاد یا اینکه توی کودکیشون یه سری مسائل داشتن، مشکلات داشتن یا توی جامعه پذیرفته نبودن و الان که بزرگ شدن و تو صندلی داوری قرار گرفتن به خودشون اجازه میدن که هر برخورد و نگاهی با یه دختر داشته باشن. اگر این برنامه داره مسیرش رو درست پیش میره، به نظر شما چه پیام فرهنگی و جدی واسه ما دخترها داره؟ به نظر شما این برنامه‌های این سبکی به صورت آنلاین خیلی سریع شیوع پیدا نمی‌کنه؟ چه خشمش، چه خشونتش، چه زیباییش، چه قشنگیاش؟ و من میخوام بدونم که از شما دوستان واقعا دارین چه درسی میگیرین؟ به نظر من خشونت علیه یه زن، یه دختر میتونه خیلی وقتا پنهون و موذیانه باشه تا آشکار. میتونه با چهره مهربون اون محبوبیت رو جذب کنه، اون مظلوم نمایی رو بکنه، در صورتی که اگر نقد به یک شرکت کننده خیلی درست و اصولی باشه میتونه با لحن درست هم گفته بشه، نه اینکه ازت کاری بخواد، ازت رقصی بخواد که اون نمره بره بالاتر یا با یه لحنی که اعتماد به نفس تو رو بگیره گفته بشه. و هنوز هم ناراحتم و دلم گرفته. نمیدونم که میتونم به اون شیرین قبل و پر انرژی برگردم یا نه. دوست گلم ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. تا درودی دیگر بدرود.